سلام جیگرا، چطورین؟ بیاین که امروز برای نمرای ما بازار. امروز من بعضی چیزا کار داشتم، باید میرفتم بازار و رفتم بازار، البته رجب بازار. اینجا مثل شال افغانستان داره، همه چیز پیدا میشه. من اینجا نقره باید میگرفتم، نقره و طلا بخوارم و خورزادیم روان میکردم افغانستان. اینجا برش انتخاب کردم و گوشواره و ایتال کرسی و خورزادیم دیگه. این چیزا رو گرفتیم برش چون انتخاب کرده بود دیگه. اینجا پیسه رو برشم تسلیم کردم دیگه. همون چیزایی که میخواستم انتخاب کردم گرفتم، ولی نمی آخر دیگه چشمم به یک جور پایزه افتاد که این پایزه واقعا بسیار خوشم آمد. ایران گرفتم بخوارم، گفتم او خوش داره. آمدم اینجا قطعات فروشی بس چیزا کار داشتم به خاطر کلاس رسمی. اینجا آمدم به خورزادیم لباس گرفتم چون خوش کرده بود، باید روان میکردم افغانستان دیگه. یک دو جور لباس برش گرفتم، انتخاب کردم و به خودم به پنجابی اینجا آمدم چوی گرفتم. اولین بار است من پنجابی به خودم جور میکنم دوستا. باز دید براتون عکساش میمونم ببینید که برام خوب میگه. یعنی اینجا چوری هم آمدم اینجا گرفتم. این کاکا آنقدر ایرا آیسته و سلو بس نکرد که واقعا میخستیم کرد، بسیار آیسته کار میکرد دیگه. چوری هم گرفتم، خسته شده بودم بسیار، یک روز خسته کن بود. چوری هم تسلیم شدم دیگه، کارم تمام شد دیگه. اما تو آیسته نرمک رفتم طرف خانه تا ولا که بعدی الله نگهدار.